صدای قرآن هم میشنوی، مردم هم میبینی که این مخلوق نشسته است، والا مرا خراب نکنه. نه نمیشنوم. ابلیسی لعین شکار پرتافته و در میره. نه اونجا ملاها را تحریک میکنه. ملا را تحریک میکنه. چی رقم تحریک میکنه خبر داری؟ ای ملا ایوی فلانی ملا آمده، اگر این ترجمه قرآن شروع کنه کلی مردم در پشت ازو میره. تو دیگه حیثیت نداری، موقعیت است که نمیالی یک نیش بزنی. چی رقم نیش بزن؟ نیش زدن از ورخ میفهمی. چی رقم نیش میزنه؟ ها؟ کجا بودی؟ مقتدی خدا سوال میکنه در ترجمه قرآن. کجا؟ دوجا. ای الله اکبر. او رقم میشناسم. سر سخت و آبیست. این طور پیسه برش میآیا که هیچ پرسان نکن. از کجا میآیا؟ از انگلیس. بیچارگک. باز چی میگه؟ نه خو قرآن ترجمه میکنه، تو نمیفهمی. او باز حالی نه زیری پلو باز مولی میآیا میبرایا. خب باز چی میگه؟ دیگه چی میگه؟ الله اکبر. توبه 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 توبه. خبر داری او را؟ ازارتش خبر داری؟ نه چی گپ کرده؟ چی هسته؟ مذهب قبول نداره. مذهب مرد که نمیگه که مذهب چی را میگه. اینمی بی فکری ما مردم است. یکی که سخن کسی گفت بس باور است. خدا مقابل دین، در مقابل علم، در مقابل عالم، در مقابل چیستا مسائل دین ما گپای هر کس میپذیریم. در دیگه گپا باز نمیپذیریم. گپا را اینجا میپذیریم. محمد ابن عبدالله حالا که مستر همفر جاسوس انگلیس آمده، محمد ابن عبدالله با تربیه کرده. کسی که عقل داشته باشه جاسوس انگلیس رازی خود افشا میکنه. نفری که تربیه کرده او را به تو معرفی میکنه که اینی را تربیه کردن تو پیرویش نکن. الله برات عقل داده یا نه؟ و همینطور میکنه. عجیب است. مردم اونمو گپ خیالی همفره میپذیره. او خود کتاب محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله را نمیبینه که این کتابی از این چی میگه، چی عقیده داره. ما مسلمان های نمیطور است. هر کسی که میبینی والا مولی صاحب مردم میگه که تو امام ابو حنیفه رحمه الله را زیاد توهین میکنی. در کجا؟ ما همیشه رحمه الله گفتم کجا توهین کردم؟ مردم میگه. تو شنیده یا نه؟ یک مولی صاحب برام زنگ زده بود چند روز پیش. خب مولی صاحب تو عجیب گپا گفته ای، تقریرت پیش ماست. گفتم چی گپا گفتم؟ و تو این سایکو انتقاد سر امام ابو حنیفه رحمه الله داری. ما گفتم بیا درکم نخود. اینطوری انتقاد چی را میگی تو؟ اول ایرا هم انتقاد بگویم. اگر در کدام جای امام صاحب خطا شده باشه، دلیلی واضح موجود باشه، چطور کنیم؟ او را بپذیریم؟ نه تو چی حق داری که بپذیری؟ ما گفتم تو حق نداری سایسته، به خاطر که در گردن یک دانه توتر انداخته ای او در دست دیگه کس داده که کش کده ببر برا. هیچ اختیار در دلم نیست. خب ما اوطور نیستم. ما میبینم راوچا را سنجیده میرم. نه تو گپای خیلی خراب زده. ما گفتم مولی صاحب مهربانی که یک روز زمین جا بیا، انشالله گپی تم میپذیرم، قدری تم میکنم، احترامی تم دارم. بس سند و دلیل امو کسی تی ما که بیشی تحصیلی امو را که خود بیار برا ما بمان که مولی صاحب سای که اینی گپا گفته، اینی را گفته. ما را در اینجا خوب ملامت بکن که ما عذر خواهی بکنم، بعد از او گپ جور شود. چطور خوب نمیشه؟ نه قطع شما خودم ششتم نمیتونه. ما گفتم نه می ششتم میتونه انشالله. اینجا ما گفتم به الله قسم ما تنها هستم. در پیشین میایی، بعد از پیشین می یک ماستم، یک نفر دیگه هم نیست. آبیت و میره میاد. خب میایم این تالی را میاد. تالی را میاد که چی را بر ما بیاره که تو اینی گپا گفته ای. اینی را نعوذ بالله وسوسه های گوناگونه کسی را تحریک میکنه شیطان. قسم یاد کرده. چی یاد کرده؟ قسم یاد کرده. قال فبما اغویتنی، پس به سبب ازی که مرا از رحمت خود محروم کردی، گمراه ساختی، لاقعدن لهم، خامخامی نشونم برای بندگانت، صراطک المستقیم، درای برابری تو که رای توحید الله متعال است. اول مردم در شرک مبتلا میکنم. ثم لآتینهم، بعد از ما آمدن میکنیم من بین ایدیهم، از پیش رویشان، و من خلفهم، از پشت سرشان، و عن ایمانهم، طرف راستشان، و عن شمائلهم، از طرف چپشان. از بالا آمدن نمیتونه. چرا؟ مانع رحمت الله شده نمیتونه. و از زیر چرا نمیاد؟
خبیث این قدر او چیسته متکبر است که خود زیر نمیمانه. یک ملای بدبخت، ملای گریانی است، او گفته بود که سایکو یا که میگه که پایایتان بچسبانه، شانهایتان بچسبانه. شیطان خو از زیر لنگوش رقم میکنه، از زیر لنگوش تیر میشه. اما نفر پیش ما آمد گفت مولوی سی بو اینطور میگه. ما گفتم تو برش بگو که شیطانی خبیثی قدر متکبر است که در زیر لنگ تو آری مولای گریانی تیر نمیشه. خصوصا تو آری مولای گریانی باشه. به خاطر الله گریان نکرده، یک روزم خوفی الله در وجودش نیست. آجی صاحب که میمونه دکاندار، مالدار، گریانا میکنه که فرزان نکن. تو میگی این پدرش است. باز در بین گریان میگه که این قدر نیک آدم بود، همیشه پلوی من میآمد، همیشه که بچه های شام بود. عجیب گپا میزنه. الله رحم بکنه. سخت است. شیطان یک موقع را برای ما ماندنی نیست، آمدنی است. برای گمراهی ما آنقدر اهتمام و اعتنا کرده که پرسان نکن. فرصت طلب میکنه و سرت میآید. ولا تجد اکثرهم شاکرین، نمیاد اکثریت مردم که وا شکرگزار باشه، نسبت نعمت به الله بکنه. نه 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 نه، مشکلات الله حل میکنه، نعمت الله کرده، لیکن یا نظر به نام بی باز میکنه. اولادش نمیشه دور الله داده، بازیا میگه که نه سخی داده، نمیشه سخی داد میمانه. مریضیش شفا پیدا کرده، الله برای شفا داده، لیکن یا میره مال سری قبر او پیان حلال میکنه. عجیب است. نعمت الله را نسبتش به الله نمیکنه، شکرگزار پیدا نمیکنی. از همون خاطر است که قرآن کریم اول نقطه که مردم شیطان از راه منحرف میساره در شرکی چی؟ بگوی در شرک در چی؟ شکرگزاری در مبتلا میکنه. شکرگزاری که حق الله است، این را به دیگه کسا ثابت میکنه. قرآن کریم هم که آغاز شد الحمدلله از ابی شروع کرد که کل صفتای کمال برای کیست؟ انسان که بدونه که کل کمالات از الله است، حالی در شرک واقع نمیشه. یک آدم وقتی شرک میکنه که یک چیزی تصرف و کمال در کسی ببینه، بعد از او برش میگه که اینی هم یک چیز هست. اما وقتی کل صفتای کمال مخصوصی کی باشه، دیگه کس شریک شده نمیتونه. قال اخرج منها، الله متعال میفرماید برای ازیجا مذعوما، در حالی که بد گفته شدگیستی، یعنی خبثی تو امو خباثتی تو برای مردم معلوم دار، هر کس از پیشت نفرت کنه. مدحورا، در حالی که چی؟ رانده شده باشی. لمن تبعک، الله متعال اعلان کرد کسی که تابعداری تو را میکنه، منهم از جمع بندگانی ما، لأملأن خام پر میسازم جهنم منکم از شما، اجمعین از شما و تابعدارایتان، جهنم که پر میشه از شما پر میشه. خب قرآن همین قدر گفت، الله متعال گفت که کسی تابعداری تو را میکنه، تو را با امرای از او جهنم سرش پر میکنیم. حالی برای ما واضح است که چقدر مردم در کدام را روان است، چقدر شرک میکنه، چقدر نسبت نعمت ها را به غیر الله میکنه و چقدر مردم در چیستا گناه ها مبتلاست توسط تحریک و وسوسه های شیطانی. بیا دیگه آل پشت سر حمله ش میبینیم که چه رقم حمله میکنه. و یا آدم اسکن، الله میگه ما گفتیم آدم علیه السلام سکونت کو تو، انت تو و زوجک الجنت، و همسری تو در جنت. اینجا زوج تابع آدم علیه السلام است، در سکونت زن تابع مرد است. هر جایی که مرد سکونت اختیار میکنه اونجا زن هم میباشه. فکلا بخوره، در خوردن تابع مرد نیست. مرد است یا نیست در خانه زنش خوراک کار میکنه. من حیث شئتم، از هر جایی که شما خوش داره. ولا تقرب هذه الشجره، شما نزدیک نشوی دی درخت، فتکونا میگرده من الظالمین، نقصان کننده خود، نقصان خود میکنی. الله متعال چی میگه؟ آدم علیه السلام در جنت زندگی داره، منع میکنه از یک درخت و ای تو رام نمیگه که نخوشه، برش میگه لا تقربا، دی درخت نزدیک نشوی. این واقعات خیلی درسای عبرتناک به ما و شما داره، حکمتای بزرگ داره. الله متعال آدم علیه السلام در جنت سکونت به خاطری داد که نعمت جنت یک دفعه مشاهده بکنه، باز که در دنیا بره.
زیاد تمایل و خیلی شوق و اشتیاق طرف جنت داشته باشه. یک. دوم، یک مرحله صنف اعدادی را باید آدم علیه السلام سپری کنه. مثل که ما در مکتب طفله های خود روان میکنیم، یک صنف همونطور فخری و اعدادی میخوانه تا که بلد شوه. بلد الله متعال در نعمات جنت آدم علیه السلام یک کمی بلدیت برش تعلیم میده که چه رقم بلد میشه. از بعضی چیزا منع میشه. در دنیا هم که از بعضی چیزا من است، چیزای حرام من است خوردنش. قرآن برای ما درس میگه که در محدوده دنیا کسی زندگی میکنه آزادی مطلق نیست، که هر چیزا بکنه و هر چیزا انجام بده، هر چیزا بخوره، هر چیزا بکاره، هر چیزی که باشه. آزادی مطلق قطعا مناسب به حال انسانیت نیست. چرا؟ اگر آزادی مطلق باشه انسانیت مکمل تباه میشه. آزادی مطلق به هر وجه که من به دست میارم زوردار میگیره، کلی مردم کمزور از بین میبره، خلاص میشه. از او خاطر کسی که در دنیا میاره باید حدودی داشته باشه، داخل حدود زندگی بکنه، مثل که آدم علیه السلام در جنت داخل حدود زندگی بکنه. پس زندگی بلا حدود ای نعوذ بالله بیدینیت و ملحدیت است. دموکراسی امروزی دعوت به سوی نمید زندگی چیسته غیر محدود کرده، دعوت میده، برای از اون دعوت میده. قرآن میگه نه، زندگی بدون حدود درست نیست، سبب تباهی خود آدم است. دوم، چرا الله منع میکنه؟ الله که منع میکنه به خاطری که نقصان آدم علیه السلام میشه. درخت خاصیتشی طور است که کسی را بخوره لباس جنت در بدنش باقی نمیمانه و باز در جنت دیگه دائمی زندگی کردن نمیتونه. از این درختی کسی بخوره بس اخراج است. بعضی دولت ها مملکت ها میتور بعضی چی موضوعاتی داره که کسی دو دست بزنه باز ماندنیش نیست، حتما اخراجش میکنه. اینجا می خودی درخت می خاصیت داره. قرآن کریم برای ما درس میده کدام چیزایی که الله ما را منع کرده، او منع کردن برای خودش نیست بلکه برای ضرر کیست؟ امو شخص منع شده است. الله به خاطر منع کرده که ضرر داره، نقصان خودت است. اونجا هم خوردن درخت آدم علیه السلام فقط و فقط نقصان خودش بود، نه نقصانی کی؟ الله یا دین الله. هیچ نقصانی از وانه بوده بلکه نقصان خودی آدم علیه السلام میشه. برای ما و شما درس شد در دنیا که کدام چیز را الله حرام قرار داده و ما ممنوستیم، مکمل دو ضرر است و فایده ماست که من هستیم. اگر ما او را تناول بکنیم بخوریم خامخا ضررش به ما میرسه. یک درس از اینجا برای ما داد. الله آدم علیه السلام به خاطر منع کرده بود. دوم، الله متعال برای آدم علیه السلام میگه نزدیک درخت نرو. بله اسلام یک امتیازاتش است که آن چیزی که ذریعه به گناه سورم ترکو، خودی گناه را خود ترکو. کدام چیز که ذریعه برای گناه سورم ترک بکو. چرا؟ اگر ترک نمیکنی امروز نه صبا نه دیگه صبا نه پسی دیگه صبا دو گناه واقع میشی. اسلام از همون خاطر ما حول محیط پاک نگاه میکنه. خلوت زن به همراه مرد، اختلاط مرد و زن در مرکز تعلیمی، در مرکز کار، در مرکز روزگار، در همش منع قرار داده. الا اگر چی شوه؟ شرایط حجاب مکمل التزام شوه، در غیر از اون اجازه نمیده. خاطری که نزدیک به گناه است، خامخا در گناه واقع میشی. این را صد الذریعه میگه. خود گناه را خود چی میکنی؟ آن چیزی که وسیله گناه است او ممنوع است. الله متعال برش میگه که نزدیک نشو. فتکونا من الظالمین. اینجا ظلم به معنای نقصان است. اینطور نیست که نعوذ بالله آدم علیه السلام ظلم کرده. چرا؟ گناه آدم علیه السلام قصدن نبود. این خوردن درخت قصدی نبود یکی. او گناه وقتی میشه که آدم به قصد انجام بده. این به مثل لغزش بود که آدم پایش در گل میلغشه میفتی. تو قصد نداشتی که بفتی، پایت لغشید غیر اختیاری. چیزی را که انسان غیر اختیاری انجام بده در اون محاسبه نمیشه. دیگه آدم علیه السلام در اجتهاد خود خطا شده، فکر کرده که الله مرا منع کرده از اینمی شخصی درخت، اینمی درختی که اشاره برم کرده زمی درخت من هستم، اما دیگه از امی قسم درخت که دیگه جای است از او البته من نیستم. از او خاطر خطا شده اجتهاد خود. او در خطا اجتهادی هم گناه نمی باشه. دو. سوم
ابلیس لعین وقتی که محروم شد از رحمت الله، الله فرمان داد که دیگه در جنت زندگی نمیتونی برای دینمی موقع تا که میبرامد از جنت به آدم علیه السلام وسوسه کرد. چی رقم وسوسه کرد؟ آدم علیه السلام اول قسم خورد، پشتی سری نمیآید. آدم علیه السلام فکر میکرد که بالای الله هیچ کسی قسم نمیخوره ناحق و دروغ. خبر نبود که ابلیس لعین از قسم بخوره. یک این قسم خورد که این درخت همیشگی است، هر کسی که از این تناول بکنه دیگه از جنت نمیبراید. آدم علیه السلام خود خوش داشت که بعد در جنت باشه، ما و تو کی باشیم؟ میمونی در جنت باقی بمونی توسط خوردن. دیگه شبهه که با آدم علیه السلام پیدا شد، خیر چرا الله ما را منع کرده؟ میگه به خاطری منع کرده بود که شما حیثیت طفل داشته. طفل وقتی که نو تولد میشه فقط شیری مادر برش داده شود، نه نان نه چای نه میوه چیزان برش نمیدی، توانمندیش نداره. آهسته آهسته وقتی که نمو پرورش میکنه، یک کمی که قوت پیدا کرد، یک ساله شد، حالی خوردن هم برش میدی. میگه شما را اول منع کرده بود به خاطری که مثل طفل وارد توانمندی اینمی درخت نداشته برداشتش. حالی قدر عمر در این جنت تیر کرده، حالی قوی شده. میوه از این خیلی قوی است، اول شما خوردن نمیتونسته، حالی میتونه. دیگه چند عامل شد، به قصد انجام نداد آدم علیه السلام، در اجتهاد خود خطا شده، قسم ابلیس سرش تاثیرگذار شده. بعد از اون نصیحت و خیرخواهی ابلیس برش میگه که چیسته؟ این شما خورد بودی توانمندیش نداشته، حالی توانمندی داره، بعد از این خورده شود. شما نقصان خود میکنه، هر گناهگار نقصان خود میکنه. از نظام الله هیچ چیزی نه کم میتونه نه اضافه. الله بی نیاز است، نه در عبادت کسی ضرورت داره و نه اگر کسی که گناه میکنه الله حراس داره. بس گناهگار نقصان خود میکنه. این خود آدم علیه السلام نقصان خود کرد، به خوردن درخت کالا کشیده شد. قرآن میگه فوسوس لهم الشیطان، وسوسه کرد برایشان شیطان در وقت برآمدن، لیبدی که آشکارا شود لهما برای اردویشان، ما او چیزی را وریه که پنهان کرده شده بود، پوشیده شده بود به طریق طبیعی، عنهما از خودشان. کدام چیزا بودو؟ من سوآتهما از شرمگاه هایشان. کدام چیزی که عورت بود از شرمگاه اونمو این چیک شود و آشکارا شود. وقال ما نهاکما ربک، گفتمی شیطان منع نکرده ربکما پروردگار شما عن هذه الشجرة از این درخت، الا ان تکونا ملکین، مگر به این خاطر منع کرده که شما ملک جور نشوه. معنای ملک یعنی شما الله خواسته که عمر دراز براتان نصیب نشوه یا صفت ملکی براتان پیدا شوه. چی معنا؟ تمام خواهشات نفسانی از پیشتان گم شوه، همه چیز همیشه در اطاعت الله باشه. یک یا ایسته که شما ملک جور نشوه، ملک خدا به هر شکل تغییر داده میتونه، شما هم تغییر ندی. او تکون من الخالدین، یا به این خاطر منع کرده که شما از جمله همیشگی نشوه که همیشه در اینجا باقی بمانه. حمله شیطان دیدی؟ اولین حمله شیطان سری چیست؟ فحاشی و عیاشی است، خب که عام شود. درخت آدم علیه السلام وسوسه کرد درختی را بخوره که او درخت خاصیتش چیست؟ کشیدن لباس جنت است. با مجردی که درخت خوردن، لباس های آدم و حوا علیه السلام مکمل از بین رفت. اینم اینجا کسی دیگری خو نبود. این وا شروع کردن چیسته؟ فطفقا یخسفان من ورق الجنت، از باغ برگار جمع کرده سری خود مانده رایی بودن. اول حمله شیطان در اونجا هم به این خاطر بود که عورتا معلوم شود. این جمعی شیطانای شاگردای شیطان این دنیای غربم اول حملش بالای عزیزته که در مردم فحاشی عام شود، دخترها بی حجاب شود، خود به خود غیرت از بین میره، دین از بین میره، ناموس از بین میره، همه پا باز از بین میره. کمونیسم هم که اینجا کامیاب شد، اول دفعه 5 دختر از روسیه روان کرد، وزیرا اینجا قطعشان شبا را تیر کرد. از او خاطری کمونیسم اینقدر شیوع پیدا کرد و اینقدر جوانا را جلب و جذب کرد. کلش از روی زنا، بدبختی، نعوذ بالله مردم مبتلا کرده. تا امروز هم امی پروسه شان هم روان است. همیشه دشمن دین اولین حمله را از امی طریق سرما میکنه، لیکن غربیا سخت شیطانای ماهر است. این مثل نمی شیطان واره که قسم یاد کرد آدم علیه السلام به یک نوع فریب میده، این خبیثام همی رقم فریب میده. چه رقم فریب میده؟
نامدن که گفته باشه چادری را سر نکنه، حجاب نارواست. وضعیت طوری در دفتر جور کرد که دختر مجبور است که پتلون بپوشه، حجاب نپوشه، چادری نپوشه. خود به خود در مکتب نورم روان کرد اینی رقم. بس بیگاه که دختر آمد در خانه گفت که اینی رقم نورم مکتب داده. یک پدری غیرتی و پدری دیندار نگفت که چی رقمی نورم برات داده یا چی میگه؟ امو موتا ایده کدام داده؟ ایده اسلام است یا نه؟ نه مراجعه به عالم کرد، نه پیسگه که داد که سبا از بازار بخر. کلی دخترها در پتلون میره. چادرک یعنی قدر آیسته آیسته. امروز چادرک زده سبا یقین بکه که چادرک ببینی. دیگه سبا باز میبینی که چی گپ است. در پانتون در مرحله پانتون که میرسه چی برات میگه؟ استاد پانتون میگه حجاب مکتب نیست. یعنی چی مانا؟ یک جای بشی. دختر خواب که دختر در سن جوانی میرسه و بچم در پانتون در مو وقت است، در اونجا باز اختلاط است. پیش از در مکتب چیست؟ جداست. ببینه این طرف ما را گل میزنه که اینا ما صنفا را جدا کردیم در خوردی، لیکن در میان جوش جوانی بگوه پانتون چی است؟ اختلاط دختر و بچه است. 3 ساعت دختر آرایشش خلاص نمیشه که در پانتون میره. 2 ساعت بچه مویای خدا کی تر زده که روغن بزنه که او بزنه که داینه سعی کنه که باز خدا. نتیجه چی میبره؟ ناکام. خود ناکام. کلی عمر دیگه میگه پاتیر کرد. خود درس نخونده. در صنفم که استاد درس میخوند چشم بچه و دختر یکی دیگهش بود. یقین بکن اگه صدای معلم شنیده باشه که چی گفته. از او خاطر نتیجه چی میبره؟ بگه ناکام. خود ناکام میشه. الله رحم بکنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم